رادیو رانا. نه مرگ نه ترس، اثر تیک نات هان، مترجم مسیحا برزگر، با صدای امیرحسین بهزاد. فصل 4، بوی خوش زندگی. یک روز روشن آفتابی به آسمان نگاه می‌کنی و ابر پربار را می‌بینی که در پس زمینه آبی آسمان شناور است. شکل این ابر، انعکاس نور خورشید بر آن، سایه آن بر چمن‌های سبز تو را به تحسین وامی دارد. تو عاشق این ابر می‌شوی. دوست داری این ابر بماند و همچنان تو را شاد و مسرور نگه دارد. اما شکل و رنگ این ابر دگرگون می‌شود. ابرهای دیگری می‌آیند و به این تکه ابر اضافه می‌شوند. ابرهای انبوه روی خورشید را میپوشانند و هوا تیره و تاریک می شود. باران می بارد. حالا دیگر باران است که پدیدار می شود. آن ابر قشنگ به باران تبدیل شده است. تو می نشینی و برای ابر قشنگ از دست رفته‌ات اشک می ریزی. اگر می توانستی آن ابر قشنگ را در همین باران ببینی، هرگز اندوهگین نمی شدی و به ماتم از دست رفتن آن ابر نمی نشستی. در بودیسم آموزه‌ای هست به نام آنیمیتا آموزه تفرد است. تمرین تفرد تمرینی است که مانع از آن می شود تا ظواهر چیزها تو را بفریبند. با فهم آنیمیتا در میابیم که ظواهر اشیا تمامی واقعیت نیست. وقتی یک ابر خود را به باران تبدیل می کند، می توانی با نگاهی ژرف ابر را ببینی که هنوز در باران حضور دارد. این موضوع تو را شادمان خواهد کرد. بدین سان اندوه تو شسته خواهد شد، زیرا دیگر وابسته به ظاهر ابر قشنگ خیش نیستی. وابستگی به صورت ظاهر چیزها و آدمها تو را دچار اندوه مدام می سازد. تو دلبسته همان صورت گذشته می مانی و از دیدن آن صورت در صورتهای تازه تر عاجز می شوی. نمی توانی با ابر قشنگ خود همگام شوی و اون رو اکنون که جامعه باران و برف و رود و دریا به تن کرده است ببینی. اگر عزیزی را از دست داده ای و هنوز در ماتم اویی، لطف کن و دعوت بودا را قبول کن. با نگاهی ژرف ببین که عزیز تو حقیقتی ورای تولد و مرگ داشته است. او فراتر از آمدن و رفتن بوده است. این است آموزه بودا درباره حقیقت ما. دگرگونی. تولد یک ابر را در نظر بگیر. می توانی حرارت را در ذهن خود مجسم کنی؟ می توانی بخار شدن آب دریاها و رودخانه ها را ببینی؟ می توانی دگرگونی و استحاله ابر را در دل آسمان تماشا کنی؟ تو میدانی که ابر از کجا آمده است؟ تو میشناسی شرایطی را که لازم است فراهم آید تا ابر ظهور و جلوه کند. مشاهده ما و نیز ژرف‌نگری ما کمک ما میکند تا واقعیت را ببینیم. علم نیز درباره شکل‌گیری ابرها و سفر ابرها و ماجرای آنها گفتنی‌ها دارد. اگر قرار بود عاشق یک ابر بشوی، با این دیدگاه عاشق میشدی که اون ناپاینده است. اگر عاشق یک انسان نیز بشوی، پیشاپیش خواهی دانست که اون نیز ناپاینده است. اگر قرار است به ابری دل ببندی، باید محتاط باشی، زیرا میدانی که طبق قانون ناپایندگی این ابر دگرگون خواهد شد و به چیزهای دیگری تبدیل خواهد شد. این ابر به باران و برف تبدیل می شود. ممکن است به ابر بگویی ابر عزیزم، میدانم اینجایی و میدانم که روزی اینجا نخواهی بود. من نیز اکنون اینجایم و روزی خواهد آمد که من نیز نباشم. تو به چیزی دیگر و کسی دیگر تبدیل خواهی شد. میدانم که به سفر خود ادامه خواهی داد، اما من باید ژرف‌نگر باشم و تو رو در چهره‌های گوناگونت بشناسم. آنگاه اندوهگین و ماتم زده نخواهم شد. ممکن است ناپایندگی را فراموش کنی و به ابر دل ببندی، اما زمانی که ابر دگرگون می شود و شکل باران جلوه می کند، گریه می کنی و می گویی آه ابر عزیزم، تو از بین رفتی. چگونه می توانم فقدانت را تحمل کنم؟ اگر ژرف‌نگری را تمرین کنی، ابر را در شکل‌های تازه‌اش، مه، شبنم، باران و هر چیز دیگری می بینی. باران می خندد، نغمه می خواند، شادمانه و سرشار از زندگی و زیبایی می بارد. اما به دلیل غفلت‌ها، ابر به ظاهر از دست رفته‌ات را در شکل‌های تازه‌اش نمی بینی و همچنان اندوه می خوری. گریه می کنی و گریه می کنی. بی آنکه صدای باران را بشنوی که میگوید عزیز دلم، من اینجایم، مرا بشناس.
اما تو ابر دوست داشتنیت را در لباس باران به جا نمیآوری و غافل از اینی که باران همان ابر محبوب توست. وقتی به ابر نگاه میکنی دلت میخواهد یک ابر باشی و در آبی آسمان آزادانه شنا کنی. چقدر هیجان انگیز خواهد بود ابر بودن و در آسمان شناور بودن. چه لذت بخش خواهد بود تجربه آزاد زیستن یک ابر شناور در آسمان. وقتی به باران نگاه میکنی و آوازهای دلانگیز و خیس و شاد او را میشنوی دلت میخواهد باران باشی. باران به گیاهان غذا میدهد و در جان گلها و برگها و درختان زنده میماند. چه خوب است باران بودن. آیا نمیدانی که برف و باران هر دو یک وجودند؟ به ابرهای زیبای قله ها نگاه کن. شاید دلت میخواهد برف باشی و بر سریر قله ها بنشینی. به آب رودخانه ها نگاه کن. ببین چه شاد و رقصان به سوی دریا می روند. ببین چگونه با پرتوهای خورشید بازی می کنند. ابر، باران، برف، آب. آیا اینها 4 عنصر مختلفند؟ آیا اینها واقعیتی یگانه نیستند که در جامه‌های گوناگون خود را نشان می دهند؟ بدون ترس. در شیمی میگویی مولکول آب از 2 اتم هیدروژن و 1 اتم اکسیژن تشکیل شده است. به دلیل وجود همین مولکول است که پدیده‌های بسیاری پا به عرصه ظهور و وجود گذاشتند. ابرها، باران، برف، آب، ابر بودن به دلیل وجود همین مولکول است که پدیده‌های بسیاری پا به عرصه ظهور گذاشتند. ابرها، باران، برف، آب، ابر بودن شگفت انگیز است، اما باران بودن هم زیباست. همچنین زیباست برف بودن و آب بودن. اگر ابر این حقیقت را بداند در آستانه تبدیل شدن به باران و برف و آب وحشت زده نخواهد شد. او دیگر می‌داند که ابر بودن زیباست، اما باران شدن بر دشت‌ها و کوهستان باریدن نیز به همان اندازه قشنگ و حیرت‌زاست. وقتی ابر خود را از زندان مفاهیم تولد و مرگ، بودن و نابودی می‌رهاند، در واقع از بند ترس رهیده است. اگر از ابرها بیاموزی، بیباکی را یاد می‌گیری. بدون ترس بستر یک زندگی خوب و سالم است. تا وقتی از شر ترس‌های خود خلاص نشده ای، رنگ خوشبختی را نخواهی دید. با ژرف نگری، حقیقت خیش را خواهی دید که فارغ از تولد و مرگ است. حقیقت تو فارغ از بودن و نابودی و آمدن و رفتن و شباهت و اختلاف است. اگر حقیقت خیش را ببینی، از ترس‌هایت رها می‌شوی. از تمناها و حسادت‌هایت رهایی می‌یابی. بصیرت یافتن نسبت به ترس آزادت می کند. آنگاه همچون فرزانگان تازیانه سلوک بردست بر امواج تولد و مرگ سوار خواهی شد و اوجها و بلنداها را زیر پای خود تجربه خواهی کرد. پدیدار شدن و نهان گشتن. این در ذات اشیاست که نه به دنیا می آیند و نه می میرند، نه می رسند و نه جدا می شوند. حقیقت ما نیامدن و نرفتن است. هرگاه شرایط لازم فراهم باشد من پدیدار می شوم و هرگاه این شرایط فراهم نباشد رخ نهان می کنم. با رخ نهان کردن من به جایی نمی روم. اصلا کجا بروم؟ من فقط در این شکل و صورت از دیده نهان می گردم. اگر عزیزی را از دست داده ای، اگر محبوبت مرده است، شاید غلبه بر اندوه و فراق او برایت بسیار دشوار باشد. ممکن است شب و روز زانوی غم بغل گرفته و اشک میریزی، اما عمیق‌تر نگاه کن. داروی الهی هست که میتواند زخم تو را التیام ببخشد. این دارو بصیرت است. بصیرت نسبت به این حقیقت که محبوب و عزیز تو نه به دنیا آمده است و نه مرده است. اصلا آمدن و رفتنی در کار نیست که او رفته باشد. به دلیل جهل ما نسبت به حقیقت است که گمان میکنیم کسی که مرده است دیگر وجود ندارد. ما به یکی از صورتها وابسته شده ایم. به همین دلیل اگر عزیزی را در صورتی که به آن عادت کردیم از دست بدهیم، از دیدن او در شکلها و صورتهای تازه تر عاجزیم. اما کسی که مرده است هنوز زنده است. او در کنار ماست، در ماست. او روبروی ما ایستاده است و به ما لبخند میزند. اگر حجاب غفلت را کنار بزنیم، او را آشکارا در مقابل خویش خواهیم دید. فقدان عزیزان از دست رفته ما برای ما سنگین است، زیرا ما دچار سوء تفاهم شده ایم. اما ابر عزیز از دست نرفته است. باران شده است، رود شده است، برف شده است. عزیز از دست رفته ما در صورتهای تازه و متفاوت ظهور می کند. اگر این حقیقت را بفهمیم، کمتر رنج خواهیم برد. نوگشت جان و جامه. وقتی کسی را که دوستش می‌داریم از دست می‌دهیم، نباید گمان کنیم که اون نیست و نابود شده است. اگر چیزی یا کسی هست، این هستی را نمی‌توان به نیستی تبدیل کرد.
از نیستی چیزی پا به عرصه هستی نمیگذارد. علم به ما کمک میکند تا این موضوع را بفهمیم، زیرا ماده نابود شدنی نیست، بلکه به انرژی تبدیل می شود. انرژی نیز به ماده تبدیل می شود، اما نابود نمی شود. محبوب از دست رفته ما نیز به همین شکل نابود نشده است. او فقط جان خیش را تغییر داده و جامعه دیگری به تن کرده است. جامعه تازه او ممکن است تکه ابر باشد، کودکی باشد، نسیم باشد. ما می توانیم محبوب از دست رفته ما را در همه چیزهای پیرامونمان ببینیم. می توانیم لبخند بزنیم و بگوییم عزیز من، میدانم که هنوز در کنار منی. میدانم که حقیقت تو نه زاده می شود و نه می میرد. میدانم که تو را از دست ندادم. تو همیشه با من خواهی بود. و اگر با دقت به لحظه های زندگی خود توجه کنی، او را خواهی دید. بدین سان می توانی بر اندوه خود چیره شوی. اگر پدر یا مادر یا فرزند خود را از دست داده ای، نگاه خود را شستشو بده. او را با خود و در کنار خود ببین. حقیقت آنها نه به دنیا می آید و نه می میرد. آنها نه می آیند و نه ما را ترک می کنند. در واقع تو نه کسی را از دست می دهی و نه کسی را به دست می آوری. آدم ها بودند، جامعه عوض کردند، پدیدار شده اند و باز جامعه دیگر به تن می کنند و در جامعه‌های تازه پدیدار می‌شوند. آنها را در جامعه‌های تازه‌شان نیز می‌توان دید. بوی خوش زندگی آنها از همه جا به مشام می‌رسد. قصه رود و ابرها. قصه‌ای هست درباره رودی که به دنبال ابرها روان شد. جویباری کوچک بود که بهاران از کوه‌ها می‌آمد. جویبار کوچک و جوان هوای دریا را در سر داشت. او می‌خواست هر چه زودتر دریا را ببیند. او نمی‌دانست که چگونه در لحظه اکنون قرار و آرام گیرد. او جوان بود و خام، بنابراین برای رسیدن شتاب داشت. او هنوز من در منزل هستم و به مقصد رسیده‌ام را تجربه نکرده بود. جویبار به پایین می‌آید، به دشت‌ها می‌رسد و رود می‌شود. جویبار رود شده بود و اکنون آهسته تر حرکت میکرد. این کندی جویبار رود شده را آزرده خاطر میساخت، زیرا میترسید به دریا نرسد. رود آینه‌سان ابرهای سپید آسمان را در خود منعکس میکرد. ابرها صورت‌های شگفت‌انگیز و دیدنی به خود می‌گرفتند. جویبار رود شده به دنبال ابرها روان بود. او به این ابرهای قشنگ دل بسته بود. ابرها ناپاینده بودند و مدام تغییر شکل می‌دادند و رود از این موضوع اندوهگین می‌شد. آنها با باد می‌رفتند و مسیرشان با مسیر رود یکی نبود. رود رنج می‌برد. او می‌خواست همسفر ابرها باشد، اما ابرها ثابت نمی‌ماندند و تغییر می‌کردند. یک روز طوفانی در گرفت و همه ابرها را با خود برد. آسمان صاف و آفتابی شد. حتی تکه ابر نیز در آسمان دیده نمی‌شد. رود مایوس شده بود. دیگر ابری در آسمان نبود تا مونس رود باشد. آبی آسمان دل رود را به درد می آورد. ابر به خود می گفت اگر ابری در آسمان نباشد دیگر به چه امیدی زندگی کنم؟ من به ابرهای قشنگم دل بسته بودم. رود آرزو داشت بمیرد، اما چگونه یک رود می تواند خود را بکشد؟ رود تمام شب را گریست. آن شب رود این فرصت را پیدا کرد تا به گریه‌های دل خویش گوش بسپارد. صدای گریه‌های او همان صدای موج‌هایش بود که به کرانه‌ها و سنگ‌ها و صخره‌ها می‌خورد. وقتی رود توانست به خیشتن خیش برگردد و به گریه‌های خود گوش بدهد، ناگهان بصیرتی ژرف دل او را روشن کرد. او دریافت که حقیقتش با حقیقت ابرها یکیست. او همان ابر بود. ابرها نیز در دل او بودند. همان ابرها بودند که در دل او آواز می‌خواندند و هوای دریا را در سر داشتند. ابرها زاده آب بودند. بنابراین چرا رود اندیشیده بود که باید به دنبال ابرها روان باشد؟ من که ابرم، چرا باید ابر را دنبال کنم؟ آن شب نهایت تنهایی و اندوه رود را به خود آورد. رود دانسته بود که او خود ابر است. صبح روز بعد آبی روشن آسمان که پیش از آن رود را اندوهگین می‌ساخت، اکنون زیبا و شگفت‌انگیز به نظر می‌رسید. آبی آسمان در دل رود منعکس می‌شد و دل تنهایی رود را نقاشی می‌کرد. رود فهمیده بود که دل بی انتهای آسمان خانه تمامی ابرهای جهان است. رود می‌دانست که ذات ابر نیامدن و نرفتن است، بنابراین دلیلی برای اندوه نیست. اکنون رود ابرهای جهان را در دل خود مشاهده می‌کرد و مسرور بود. صبح آن روز رود به بصیرتی دیگر نیز رسیده بود. او به ذات بیمرگی و بی‌تولدی آسمان نیز پی برده بود. این بصیرت رود را آرام و شادمان می‌ساخت. حالا دیگر آینه رود به تصویر آسمان آبی و صاف خوش آمد می‌گفت. اکنون آسمان همیشه با رود بود.
شب و روز. پیش از آن رود نمیخواست با حقیقت چیزها در تماس باشد. او میخواست فقط با دگرگونی‌ها، تولدها و مرگ‌ها در تماس باشد. اما اکنون به حقیقت آسمان رسیده بود. رود آرامش یافته بود. عصر آن روز وقتی ابرها دوباره در آسمان پدیدار شدند، دیگر رود به هیچ ابر به خصوصی دلبسته نشد. دیگر هیچ ابری نبود که رود احساس کند آن ابر ویژه اوست. او به هر ابری که از مقابل آینه جانش میگذشت سلام میداد و لبخند میزد. او پذیرای همه ابرها بود و به همه آنها خوش آمد میگفت. او اکنون همه ابرها را دوست داشت. او میتوانست با تک تک ابرها باشد و از مصاحبت همه آنها لذت ببرد. او اسیر یک ابر به خصوص نبود. عشق او از اسارت یک ابر بیرون آمده بود و همه ابرها را لمس میکرد. عشقی که اسیر میشود و نمیتواند منتشر شود در خفقان تنگ یک چیز یا یک کس میمیرد. اگر ابری از کنار آینه جان رود میگذشت و میرفت، رود اندوهگین و گریان نمیشد، بلکه فقط میگفت خدا حافظ ابر دوست داشتنی، تو را دوباره خواهم دید. رود حالا دیگر احساس سبکی میکرد. او میدانست که ابرهای دوست داشتنیش باران و برف خواهند شد و باز به دیدار او خواهند آمد. رود از وابستگی‌هایش رهایی یافته بود. دیگر حتی آرزوی رسیدن به دریا را نیز نداشت. آن شب ماه کامل و تمام در اعماق جان رود منعکس شد. رود از وابستگی‌هایش رهایی یافته بود. دیگر حتی آرزوی رسیدن به دریا را نیز نداشت. آن شب ماه کامل و تمام در اعماق جان رود منعکس شد. ماه، رود و آب با هم به مراقبه پرداختند. رود از آزادی ناب در لحظه اکنونش لذت می برد. او از بند غم رها شده بود. وقتی دلبسته چیزی می شویم و می خواهیم آن چیز را مالک شویم، دچار رنج می شویم. اگر رود بوده ای، اگر به دنبال ابرها روان بوده ای، رنج برده ای، در تنهایی خویش گریسته ای، با نگاهی ژرف بی تردید خواهی دید که مطلوب تو همواره در کنارت بوده است. مطلوب در تو بوده است، خود تو بوده است. و در نهایت خواهی فهمید که مطلوب خود تو بوده ای. تو همان چیزی هستی که در طلبش هستی. دست از طلب بردار. جستجو لازم نیست. تو جلوه‌ای هستی شگفت‌انگیز و حیرت انگیز. همه هستی دست به دست هم داده اند تا تو پدیدار شوی. چیزی وجود ندارد که باشد و در تو یافت نشود. ملکوت الهی، سرزمین موعود، نیروانا، خوشبختی، رهایی، همه تویی. راه تویی، رهرو تویی و منزل و مقصد نیز خود تو هستی. همان بدن؟ فرض کن داریم شبیه سازی را تمرین میکنیم و قرار است هر یک از سلول‌های بدن ما به بدن یک آدم تازه تبدیل شود. آیا این بدان معناست که یک روح میتواند به روح‌های گوناگون تبدیل شود یا یک انسان میتواند به انسان‌های گوناگون تبدیل شود؟ آیا همه این آدم‌های تازه یک نفرند یا افراد گوناگون هستند؟ علم همکنون به راز و رمزهای شبیه سازی حیوانات دست یافته است. به مدد علم شبیه سازی انسان‌ها نیز ممکن شده است. برای مثال اگر 3 سلول از بدن مرا بردارند و 3 موجود شبیه من بسازند، آیا آن 3 نفر به علاوه من 1 نفر میشویم یا 4 نفر؟ وقتی آن 3 نفر شبیه سازی شده به جوانی میرسند، من کاملا پیر شدم. بنابراین من و آنها یکی هستیم یا چند نفر؟ اگر به مراقبه بپردازیم، با ژرف‌نگری شاهد انرژی تمرکز و انرژی بصیرت خواهیم بود. آنگاه واقعیت‌ها را عمیق‌تر و شفاف‌تر خواهیم دید. بودا این گونه بود و او بود که بصیرت خیش را با ما سهیم شد. ما نیز می‌توانیم مانند بودا به مراقبه بپردازیم و به بصیرت برسیم. نخست باید مفاهیم شباهت و اختلاف را عمیق‌تر بررسی کنیم. اگر از بودا بپرسیم آیا این بدن و آن 3 بدن شبیه سازی شده یکی‌اند یا مختلف هستند، او خواهد گفت آنها یکی نیستند و در عین حال مختلف نیز نیستند. ناپایندگی یعنی چیزها هرگز یکسان نمیمانند. ما گمان میکنیم بدنمان همان بدن سال گذشته ماست، اما در واقع تولد و مرگ چیزی است که مدام در بدن ما اتفاق میافتد. در هر لحظه تعداد بیشماری از سلول‌های بدن ما میمیرند و سلول‌های تازه‌ای جای آنها را پر میکند. ما نسبت به بدن خود دچار توهم هستیم. گمان میکنیم این بدن همواره بدن ما خواهد بود. وقتی کودک بودی، مادرت عکسی از تو به یادگار انداخت. به آن عکس نگاه کن. اکنون مرد یا زنی کامل هستی. آیا گمان میکنی همان کسی هستی که در عکس میبینی؟ آیا گمان میکنی با او تفاوت داری؟ ما بدن 50 سالگی ما را با بدن 5 سالگی ما یکی میپنداریم، اما این بدن و آن بدن یکی نیستند.
نگاه کردن به عکس‌های آلبوم خانوادگی خالی از لطف نیست. ببین بدن تو در سنین مختلف چقدر متفاوت به نظر میرسد. آنها بدنهای گوناگون و در عین حال یکسانند. اگر آن کودک 5 ساله درون عکس نبود، این مرد 50 ساله نیز وجود نمی داشت. آنها نه یکی هستند و نه گوناگون. ناپایندگی توضیح این معماست. در هر دم و بازدم ما آدمی دیگر میشویم. از لحظه‌ای که شروع به خواندن این کتاب کردی تا این لحظه جسم و روح و آگاهی تو مدام تغییر کرده است. سلول‌های بیشماری در بدن تو مردند. سلول‌های بیشماری هم در بدن تو به دنیا آمدند. اندیشه‌هایی به سر تو راه یافتند و اندیشه‌هایی از سرت بیرون رفتند. احساساتی تازه در تو به وجود آمده است. ما در 2 لحظه متوالی 2 آدم مختلف میشویم. رود نیز این گونه است. شعله نیز این گونه است. ابر نیز این گونه است. گل آفتابگردان نیز همینطور. شرایط پدیدار شدن. با نگاهی ژرف به قوطی کبریت شعله ها را میتوان مشاهده کرد. شعله ها هنوز پدیدار نشدند، اما تو با مراقبه توان دیدن آنها را داری. همه شرایط برای پدیدار شدن شعله ها کفایت میکنند. چوب هست، گوگرد هست، سطحی زبر هست و دستان من نیز هست. بنابراین وقتی کبریت را میکشم و شعله را میبینم، هرگز نمیگویم که شعله متولد شده است. من آن را پدیدار شدن شعله مینامم، نه تولد شعله. بودا میگفت هنگامی که همه شرایط لازم فراهم باشد، تو خود را پدیدار میسازی. هنگامی که این شرایط فراهم نیستند، تو نه در این شکل بلکه در شکل‌ها و صورت‌های دیگر پدیدار میشوی. وقتی شرایط دیگر فراهم میآید، تو در صورت دیگر پدیدار میشوی. پدیدار شدن از چیزی. به گمان تو تولد چیست؟ بسیاری از ما گمان میکنیم تولد یعنی این که چیزی هست میشود بدون آنکه قبلا هست بوده باشد. یعنی از هیچ ناگهان تو به وجود میایی. این تلقی بسیاری از ما درباره تولد است. با نگاهی عمیق در میابیم که این تلقی درست نیست. از هیچ چیزی به وجود نمیآید. از هیچ کس کسی به دنیا نمی آید. پیش از به اصطلاح روز تولدت تو بودی. تو در شکم مادر خیش بودی. روز تولد تو فقط منزلی از منازل سفر تو بوده است. تو از آنجا شروع نشده ای. تو پیش از آن نیز وجود داشته ای. تو پیش از آن که در شکم مادر خیش باشی وجود داشته ای. نیمی در مادر، نیمی در پدر. به تعبیری 1/3 تو در مادر بوده، 1/3 در پدر و 1/3 در کائنات. خیلی چیزها بودن که باید با هم ترکیب می شدن تا تو را بسازن. لحظه واقعی تولد تو لحظه‌ای نیست که از مادر جدا می شوی. در ذهن این پرسش مطرح است: پیش از آن که مادر بزرگ تو به دنیا بیاید تو چه شکلی داشتی؟ این پرسش را در ذهن خیش مرور کن. بی تردید تداوم خیش را خواهی دید که همیشه بوده ای. زمان انعقاد نطفه تو فقط یکی از منزل‌های سفر تو بوده است. تو مدام منزل عوض کرده ای و مدام در صورتهای تازه‌ای پدیدار شده ای. اگر عمیق تر نگاه کنی میبینی که به جای تولد و مرگ همواره تداوم و سفر وجود داشته است. شعله از کجا می آید؟ میتوانم به شعله بگویم ای شعله عزیز، لطفاً خود را آشکار کن. آنگاه با کشیدن کبریت شعله آشکار می شود. پس از آن دوست دارم از شعله بپرسم تو از کجا آمده ای؟ شعله خواهد گفت من از جایی نیامدم و به جایی نمی روم. وقتی شرایط لازم فراهم باشد خود را نشان می دهم. حقیقت نیامدن و نرفتن نیز جز این نیست. با نگاهی ژرف حقیقت شعله یک شمع را در نظر بگیریم. آیا این شعله همان شعله کبریتی است که آن را برافروخته است؟ آیا با آن متفاوت است؟ اگر این شعله را برای 1 ساعت روشن نگه داریم، در این 1 ساعت گمان می‌کنیم به 1 شعله چشم دوخته ایم، اما این گمان غلط است. در واقع شعله‌های بیشمار یکی پس از دیگری ظاهر می‌شوند و سپس ناپدید می‌گردند. این تداوم و استمرار شعله‌ها را در نظر ما 1 شعله جلوه می‌دهد، اما این گونه نیست. حالا با نگاه کردن به شعله یک شمع به معنای نه شباهت و نه اختلاف پی برده ای. زیر ظاهر یکسان ما ناپایندگی نهفته است. هیچ چیز حتی برای 2 لحظه نمی پاید. این حقیقت شامل ما آدم ها نیز می شود. اگر بگویی شعله این شمع همان شعله 10 دقیقه پیش است، اشتباه کرده ای. و حتی اگر بگویی در این 10 دقیقه 10,000 شعله مختلف به دنبال هم آمده اند، باز هم اشتباه کرده ای. حقیقت شعله نه یکسانی و نه اختلاف بوده است.
اگر بتوانیم از مغالطه شباهت و اختلاف خلاص شویم، بسیاری از رنج‌ها و غصه‌ها و نگرانی‌های خود را به شادمانی تبدیل خواهیم کرد. توهم ثبات و پایندگی. شخصی در تاریکی آتشگردانی را میچرخاند. بیننده گمان می‌کند دایره‌ای آتشین در مقابل اوست، اما دایره‌ای آتشین در کار نیست. فقط نقاطی آتشین در کارند که پشت سر هم میآیند و شکل دایره‌ای آتشین را ترسیم می‌کنند. برداشت ما از ثبات و پایندگی نیز شبیه همین دایره آتشین است. دایره آتشین در ذهن ما شکل گرفته است. این دایره آتشین قابل اطلاق بر واقعیت نیست. با این دایره آتشین نمی‌توان واقعیت را تبیین کرد. وقتی از کسی که مشغول ورزش است فیلم می‌گیریم، در واقع عکس‌های بیشمار از او گرفته و پشت سر یکدیگر قرار داده ایم. وقتی این عکس‌ها را پشت سر هم نشان می‌دهیم، ذهن ما تصویری متحرک می‌سازد، اما در واقع این عکس‌هایی ساکن هستند که پشت سر هم نمایش داده می‌شوند. وقتی کسی را در نظر می‌گیریم، گمان می‌کنیم در آن فرد خودی ثابت و بی‌تغییر وجود دارد. گمان می‌کنیم این فردی را که اکنون می‌بینیم همان کسی است که دیروز دیده ایم. اگر به مسافرت برویم و 10 سال دیگر بازگردیم، باز گمان می‌کنیم این شخص همان فرد 10 سال پیش است. ما برای او ماهیتی ثابت و بی‌تغییر فرض کرده ایم. اما این فرض توهمی بیش نیست. بودا داستانی را نقل کرده است. زنی نزد همسایه خود رفت و گفت این ظرف شیر را برایم نگه دار. برمیگردم و آن را از تو میگیرم. زن رفت و چند روز دیگر آمد و ظرف شیر خود را مطالبه کرد. در این مدت شیر به پنیر تبدیل شده بود. همسایه گفت من به محتویات ظروف تو دست نزده‌ام. این همان شیر توست. اما زن اعتراض کرد و گفت این شیر من نیست. من به تو پنیر نداده بودم. من شیرم را میخواهم، نه پنیر را. آیا به نظر تو این پنیر و آن شیر یکی هستند؟ به برکت بصیرت نسبت به ناپایندگی می توانیم حقیقت را درباره جهان و همه پدیده‌های موجود در آن بفهمیم. حقیقت نه شباهت و نه اختلاف را. ما گمان می‌کنیم چیزها برای همیشه خودشان خواهند بود، زیرا برای آنها خود ثابت و پاینده فرض کرده ایم. اما هیچ چیز دارای خودی ثابت و پاینده نیست. بنابراین همه چیزها مدام چیزهای دیگر می شوند. ما با رودی از پدیدار شدنها و ناپدید شدنها روبرویم. رودی که به ظاهر ثابت و یکسان جلوه می کند. اما این رودی نیست که بتوان دوبار به آن پا گذاشت. این حقیقتی است که بودا، کنفوسیوس و هراکلیتوس و بسیاری از فرزندگان دیگر یادآور آن شده‌اند. یکسانی. گاهی از دست پدرت عصبانی میشوی و فریاد میزنی من دیگر کاری به کار تو ندارم. چه اعلام عجیب و غریبی. تو تداوم پدر خود هستی. مگر ممکن است بتوانی از او ببری و کاری به کار او نداشته باشی؟ تو و پدرت به یک واقعیت تعلق دارید. تو اویی. خوب نگاه کن. آیا تو و پدرت یکی هستید یا اینکه با هم تفاوت دارید؟ تو و پدرت نه با هم یکی هستید و نه از هم جدایید. وقتی کمک میکنی تا شعله کبریت پدیدار شود، خوب نگاه کن. متوجه خواهی شد که آن شعله نه از جایی میآید و نه به جایی میرود. از این شعله کبریت استفاده کن و شمعی را روشن کن. آیا شعله شمع شعله جدا از شعله کبریت است؟ شمع دیگر را نیز روشن کن. آیا این سه شعله یکی هستند یا آنها با هم متفاوتند؟ نه تنها شعله‌های آن دو شمع مشمول آموزه نه شباهت و نه اختلاف هستند، بلکه شعله کبریت نیز همین نسبت را با همین شعله‌های آنها دارد. شعله شمع در هر لحظه شعله یکه است. لحظه آینده لحظه‌ای است که شعله خود را در سیمایی تازه پدیدار می‌سازد. پدیدار شدن چیزها و آدم‌ها تنها به یک شرط تحقق نمی‌یابد، بلکه شرایط بیشماری را طلب می‌کند. بنابراین گمان این که برای به وجود آمدن معلول یک علت کفایت می‌کند گمانی باطل است. یک علت نمی‌تواند به تنهایی معلول را به وجود آورد. وقتی درباره شعله شمع تأمل می‌کنیم، به دلیل سطحی نگاه کردن متوجه تمامی شرایط به وجود آمدن آن نمی‌شویم. ما می‌دانیم که چوب کبریت و گوگرد شرط‌های لازم برای شعله اند و نیز می‌دانیم که هیچ شعله کبریتی بدون اینها دوام نمی‌آورد. اما گوگرد تنها یکی از علت‌هاست. شعله فقط هنگامی خود را آشکار می‌کند که تمامی علت‌ها و شرط‌ها مهیا باشد. اگر اکسیژن هوا موجود نباشد، شعله تحقق نمی‌یابد. شعله‌ها پیشاپیش در قوطی کبریت موجودند. آنها منتظر تحقق شرایط لازم می‌مانند و با تحقق این شرایط خود را آشکار می‌سازند. بنابراین سخن گفتن از تولد شعله‌های کبریت‌های موجود
در قوطی کبریت سخن دقیقی نیست. تو از جایی نیامده ای و به جایی نمی روی. گل رز، ابر، کوه، ستاره ها و سیارات و خاک و گیاه نیز این گونه‌اند. مردن به معنای آن نیست که تو از هستی به نیستی تبدیل می شوی. به دنیا آمدن به معنای آن نیست که تو از عدم و هیچ پا به عرصه وجود می گذاری. از نیستی هستی بیرون نمی آید. حقیقت این است: پدیدار شدن بر مبنای تحقق شرایط لازم و ناپدید شدن بر مبنای فقدان شرایط لازم. ورقهای کاغذ این کتاب اتفاقی به وجود نیامدند. درختان، ابر و خورشید را در این ورقها ببین. لازم نیست برای دیدن این به گذشته بروی. اهل مراقبه نیازی به سفر ندارد. کافیست بنشینی و ژرف نگاه کنی. بدین سان میتوانی حقیقت را مشاهده کنی. یک ورق کاغذ همه اطلاعات مربوط به کائنات از جمله اطلاعات مربوط به ابر، خورشید، درختان و خاک را در خود دارد. اگر یکی از این عناصر را از ورقهای کاغذ این کتاب بگیری، آنها ناپدید میشوند. اگر پرتوهای خورشید را به خورشید بازگردانی، درختان ناپدید میشوند. بنابراین کاغذها نیز ناپدید میشوند. وقتی ورق کاغذی را لمس میکنی، در واقع مشغول لمس کردن پرتوهای خورشید، ابرها، باران، خاک، جنگل‌ها و کل جهان هستی. یک پدیده حاوی تمامی پدیده‌های دیگر عالم نیز هست. دست خود را روی کاغذهای این کتاب بکش و ابرهای موجود در آن را زیر انگشتان خود لمس کن. انگشتان ما میتوانند خورشید و خاک و درختان را نیز در صفحه این کاغذ لمس کنند. همه این شرایط در یک ورق کاغذ موجود است. وقتی با نگاه بیدار و بینای خود به ورق کاغذ نگاه می‌کنیم، تمامی کائنات را در آن می‌بینیم. آیا میتوان چیزی را نابود کرد؟ آیا می‌توانی حتی یک ورق کاغذ را نابود کنی؟ آیا این کار ممکن است؟ کبریتی روشن کن و این ورق کاغذ را آتش بزن. ببین چه اتفاقی می‌افتد. آیا ورق کاغذ نابود می‌شود یا به چیز دیگر تبدیل می‌شود؟ این موضوع یک فرضیه صرف نیست. حقیقتی است که می‌توانیم آن را اثبات کنیم. وقتی ورق کاغذی میسوزد، تغییر صورت و شکل میدهد. ورق کاغذ مذکور به صورت‌های تازه‌تر ادامه حیات میدهد. یکی از صورت‌های تازه آن دود است. این دود برمیخیزد و به پاره‌ای از ابر در آسمان میپیوندد. او اکنون در ابر است. میتوانیم برایش دست تکان دهیم. فردا یا یک ماه دیگر ممکن است باران ببارد و قطره‌ای از آن بر روی صورتت بیفتد. این قطره همان ورق کاغذ است. یکی دیگر از شکل‌های تازه کاغذ سوزانده شده خاکستر است. این خاکستر به خاک باز می‌گردد. وقتی این خاکستر به خاک بازگردد، خاک تداوم آن می‌شود. بهاران ورق کاغذ سوخته خود را می‌بینی که در سیمای ساقه‌ای علف یا یک گل شقایق خود را پدیدار کرده است. این از زندگی پس از مرگ یک ورق کاغذ. در طی روند سوختن، ورق کاغذ به حرارت نیز تبدیل می‌شود. این حرارت جذب بدن تو می‌شود. حتی اگر نزدیک این حرارت نشسته باشی، اکنون تو حامل ورق کاغذ در درون خویش هستی. حرارت ناشی از سوختن ورق کاغذ به کائنات نیز نفوذ می‌کند. اگر یک دانشمند باشی و ابزار دقیق و لازم را نیز در اختیار داشته باشی، می‌توانی تأثیر حرارت این ورق کاغذ سوخته شده را بر دورترین سیارات نیز مشاهده کنی. این تأثیرات تداوم حضور همین ورق کاغذ است. ما نمی‌توانیم بفهمیم ورق کاغذ ما تا کجاها سفر خواهد کرد. دانشمندان می‌گویند اگر دو دست خود را به هم بکوبی، بر دورترین ستاره‌ها نیز اثر می‌گذاری. حوادثی که برای ما اتفاق میافتد بر دورترین کهکشان ها نیز اثر میگذارد. دورترین کهکشان ها نیز ما را تحت تاثیر قرار میدهند. هر پدیده‌ای تحت تاثیر همه پدیده های دیگر است. هیچ چیز از بین نمی رود. مراقبه یعنی ژرف نگریستن برای دیدن حقیقت خیش و فهم این نکته که هیچ چیز از بین نمی رود. با چنین مراقبه است که ما بر ترس‌های خود غلبه پیدا می‌کنیم. زدوده شدن ترس‌ها بزرگترین موهبت مراقبه است. با مراقبه ما بر اندوه و غصه‌های خیش نیز چیره می‌شویم. فقط نیستی است که از دل نیستی بیرون می‌آید. اگر چیزی هست، آن چیز از هستی حاصل شده است، نه از نیستی. هیچ لحظه‌ای را نمی‌توان لحظه قطعی تولد چیزی یا کسی دانست. لحظه به اصطلاح تولد تنها یکی از مراحل سفر آن چیز یا آن کس است. مرگ نیز نیست شدن یک چیزی یا کسی که هست نیست. اگر کسی وجود دارد پس هرگز معدوم نخواهد شد. کسی که جامعه وجود به تن کرده است همواره این جامعه را بر تن خواهد داشت، گرچه این جامعه مدام رنگ و شکل عوض می کند. لبخند گل‌های آفتابگردان. به گل‌های آفتابگردان نگاه کن.
آنها برای پدیدار شدن به عناصر بیشماری تکیه کردند. اگر ابرها نبودند، باران نیز نبود. اگر باران نبود، گلهای آفتابگردان نیز نبودند. اگر آفتاب نبود، گلهای آفتابگردان باز هم پدیدار نمی‌شدند. اگر خاک و مواد معدنی نبود، باز گلهای آفتابگردان فرصت جلوه و ظهور پیدا نمی‌کردند. هزاران عنصر و اراده دست به دست هم داده‌اند تا گلهای آفتابگردان از خاک بدمند. خاک و باد و باران و خورشید این فرصت را برای گلهای آفتابگردان فراهم می‌کنند. کشاورزی که گلهای آفتابگردان را عمل می‌آورد، آنها را نمی‌آفریند، بلکه زمینه ظهور آنها را فراهم می‌کند. کشاورز فقط یکی از شرایط ظهور گل‌هاست. بدون کشاورز زمینه ظهور گل‌های آفتابگردان به طور کامل فراهم نمی‌شد. کشاورزی که دست در کیسه خود می‌کند و بذرهای گل آفتابگردان را می‌افشاند، در خاک برهنه تمامی گلها را خندان می‌بیند. رادیو رانا